سلام بچه‌ها، چطوری؟ من یاسین یعقوبی هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگر. بچه‌ها تو این ویدیو با لول 400 دارم بازی میکنم. بچه‌ها لول 400 میبینید که ویوایش دایمونده، بازیش هم خیلی خوبه. بچه‌ها نمیگم بازیش بده. بچه‌ها اینجا از قدرتش استفاده که گفتم الان با قدرت سگ میرم میزنمش، که دیدم نه نتونستم بزنمش، ضایع شدم. ولی مهم نیست، مهم بقیه بازیه. نکنید بچه‌ها سگمو زد خودم هم میزنه. وایسید الان میبینم. نکن بچه اینجا فکر کنم منو میزنه. آره میزنه. مهم نیست، همین روالو کنم تا 2-3 تا دیگه میزنه، تا 10 تا میرسه یا 11 تا بعد میتونم بزنمش. فکر کنم بازم زد. ببینید وای، فکر کنم اینجا هم بزنه، بازم میزنه. مهم نیست، تون رو میکشم، بگم با تون رو شب بتونم بزنمش. یک دونه بدون نشون هد میزنم میکشمش. خب وای میستم بیاد ببینم میتونم بزنمش بازم یا نه. نکن بچه ها، بکنم اینجا هم بتونم بزنمش اگه اشتباه نکنم. آره اینجا هم یه چاد میزنم. فکر کنم اینجا منو بزنه، بعدش بیرم وی5 بکشم. وقتی وی5 بکشم میگیرم میزنمش. بله اینجا تیرم تموم میشه، از دستش در میرم جه سطح زباله ها وای میستم تیرم پرشه. منم اون موقع دلم میخواست بدون نشون تیرم بزنمش، اجا تیر میدارم بهش نمیخورد. بعدش آخر هم میزنه اینجا. خب میرم شارژ گوشیم هم کم شد، میرم زیاد میکنم نورشو، با تون رو میرم میبینم بتونم میزنمش یا نه. اینجا هم منو میزنه اگه نه میزنمش، اشتباه کردم، معذرت. اینجا میرم فکر کنم اینجا میزنه دیگه. آره اینجا منو میزنه. یه دقیقه وایسید پیداش کنم. بله درست گفتم، اینجا منو میزنه. بعدش میرم وی وایف میکشم با وی وایف